بچه خوش آمدیم به یه ویدیوی باحال دیگه. اومدیم براتون اکانت رفیقم رو رونمایی کنم. عرضم به حضورتون که لایک، کامنت، ساب فراموشتون نشه. بریم برای رونمایی کردن اکانت. عرضم به حضورتون که اول از 3 شروع میکنیم. بیا بالا دیگه، نت انقدر قویه. بله اینجا هم ست پدر کوسه رو داره با این ست نمیدونم چیه. بله 103 تا مو داره، کله مو داره. بله یکیش همین بنده خدا دوم اسبی داره. بله با اینم کله تا این کینگ پدر خرابو داره. بله اینم ست چیه، این چه ستیه؟ این ست پدر خرابم داره. عرضم به حضورتون که ببینم. اوکی خب یکی فاسته. بعد میخوام بریم براتون یه دست پلی هم بدیم. بریم 103 تا مو داره. عرضم بزرگ که BTS. ببین کسی که کم BTS داشته باشه میفهمیم بچه خوبی. من اصلا بی‌احترامی نمی کنم به اونایی که مثلا BTS فنن یا چی، خوشم نمی. اوکی بریم چیا رو نگاه کنیم. اینجا هم که خرگوش خسته رو داشت، اینو یادم رفتون بگم. اینجا هم بهش چی سته؟ این سته پدر ساختگی رو داریم. کدومه؟ بیرون رقب. بله این ست نمیدونم از کجا اومده، یادم رفت. داخل چه داخل سایت بود فکر کنم، نه؟ یا داخل ماجیک کیوب بودی یا داخل دایموند رویال، یک کدوم از این ستا بود. عرضم به حضورتون که اینجا همین شیر خسته رو داره که الان جدیدش آورده، دانش هم نداریم. یوتیوب بره مملکت هیچ ستی رو دان نداره خدا. بله این ست نمیدونم چیه، ماسک رایگان میده. اینو نمیدونم باید 3 دست بویا میکردی چیکار کنی، داخل باتل اینو بد میده. بله اینم ست رباته فکر کنم. آره بله ریشه یه دونه سیبیل پدر بزرگی هم داره. این ست مومیاییه، نه؟ آره اینو کامل نگرفته باشم، ست مومیاییه بود، قدیم میده. عرضم به حضورتون که اینم که داخل دایموند رویال بود، یادم قدیم خیلی وقت پیش. حالا نمیدونم داخل سایت دیگه آوردهش یا نه. عرضم به حضورتون که 66 تا ماسک داشت، تحت صورت هم 23 تا داره. ایناست. عرضم به حضورتون که ماسک چیز معلوم باشه دیگه، اینا رو داره. و میرسیم به اصل ماجرا، لباساش. عرضم حضورتون که اینا رو داره. بله ست زندونی هم داره، یه زندون دار بلند هیچی. بریم سراغ ویدیو. مرزم بزرگت که اینم داخل دایموند رویال بود. این داخل چه سایتی بود نمیدونم، اینو من نبودم یعنی بودم و از بازی گذاشته بودم کنه. بعد الان بعد چند سال اومدم دوباره داخل پیری. اینو ببینم کدوم سته. این سته من سرش بودم فکر کنم یه پارسال داده باشه. اینم که هیروی سیزن قبله. بله اینم ای بابا دان ندارم من، اینو که ولش کن آغازی میگذاریم. ولش هیروه، این لباس هیروه. این داشمون بچه خوشگل سیفت بوسته. بعد براتون یه ست میزنم از 1 تا 10 بهش نمره بدین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، ببینیم چند دقیقه ویدیو شد. داشتم ازایش نکن دیگه. داده اینا لباساش ببینین قشنگ. اینم داره، اینم داخل دایموند رویال بود. اینم شلوار دومادیه. بقیهش دیگه هیچی دیگه
دخترانه. بله شلوار قلب رو داره اینجا میبینین شما، شلوار قلب رو میبینین. این شلوار نمیدونم داخل کجا آوردش. این هم که مال دایموند رویاله. بریم سریع بگذاریم ویدیو تایمش بلند نشه. عرضم به حضورتون که شلوار چی هم داره ببینیم بهتون بگم. ببین شلوار برزیلی دخترانه، شلوار برزیلی دخترانه هم داره. شلوار حالا این شلوار بله 129 تا لباس شلوار داشت. عرضم به حضورتونم که 107 تا هم کفش داره. سریعتر از اینجا بگذاریم که تایم ویدیو زیاد نشه. بله این دنس پنگوان رو داره، بعد دنس خنده، دنس عقاب و دنس صندلی. داداشمون تایم گذاشت گرفتیم. اگه دوست دارین ویدیو اکانت منم ببینین داخل کامنت ها حتما بگین. لایک و کامنت و ساب فراموشتون نشه. عرضم به حضورتون دنس داره دیگه، 20 تا دنس داره. زودتر بگذاریم از اینجا، من خودم از دنس زیاد خوشم نمید. عرضم به حضورتون که اینجا 34 تا بگ داره، کیف داره. بله این هم کیف هاشه. بله چتر داره، 33 تا چتر داره. لوت باکس عرضم به حضورت 31 لوت باکس داره. 42 تا اسکیت داره. بله اسکین ماشین یه 7 تا داره. یه 8 تا اسکین موتور داره. اینم ماشین گنده 6 تا داره ازش. اینم یکی از این داره. چند تا 6 تا هم از این داره. یکی از این داره، یکی هم از این داره. و آواتار بنرش 174 تا آواتار بنر داره. زودتر بگذاریم از اینجا داشتم. بله و بله کلی هم کاغذ داره. و میرسیم به گانا. یه M4 ماجیک کیوب داره. این M4 رد و برق نمیدونم چی بود کجا داره. فکر کنم ایونت رونالدو رو ورد این رایگان میداد. اینو کجا میداد یادم رفت. بله AK قلبی. بله AK هالووین. این AK آتیشه. M14 خاصی نداره. عرضم به حضورتون که این هم که هیچی داداشم داره. ببینیم چیز خاصی نداره. این هم که چیز خاصی نداره. این هم قدرتش خفنه. XMش خفنه. و عرضم به حضورتون که AN94 خوبه. بد نیست، من خودم زیاد نمیزنم با AN94. AUG خاصی نداره. باز پارافال بالی هم نداره. اوکیه. کینگ فیشر خاصی هم نداره. و که مال گردونه وایت از چیه وایت میتونی بگیری. اسکیس خاصی هم نداره. دو خط ریت فایرش داره دیگه. میدم که چیز خاصیشو نداره. و وودبکر خاصی رو نداره. دو خط ریت نداره. عرضم به حضورتون که AC80 داشتم. یه خط نوست به جلیز غست. دو خط مگزینه خوب. M249 هم یک دونه داره. حالا میرسیم به M60.
بله امشب آتیشی رم داره. بعد ارزم به حضورتون که امشب گردونه رم داره. دو خط نوز به جلیز قصد میخوره. کرد یه دونه اسکین کردم داره. بله میرسیم به یو ام پی هاش. یو ام پی ساکورا، یو ام پی هیرو، یو ام پی زرد، یو ام پی ببری. تا فردا صبح یو ام پی داره دیگه. داداشمون این یو ام پی هم داره. به به این چیه دیگه؟ اینو کجا داده؟ من نبودم مثلا. اگه کسی این میدونه داخل چه سایتی ورد، کجا ورد، داخل کامنت ها حتما بگه. با MP5 گردونه هم داره. این MP5 ستاره ای هم داره. MP5 دو خط نفوذ به جلیزغر هم داره. ارزم به حضورتون که دیگه از اینجا میگذاریم. MP40 ستاره ای. این MP40 هم که دان نداریم داشتیم. این MP40 هم داره. P90 دو خط ریت فایر رو داره. ارزم به حضورتون این قدرتی خودش اینه دیگه داشتیم. تامسون خوبی داره بالاخره. این هم که اینم به نظر من با این خدایش خیلی بهتره میخوره تا این. قبول داری؟ این تا این خیلی بهتره. دبل ویکتور خودم نمیزنم زیاد. مکتن هم مال دایموند رویال قدیم گان آورده بود مال اون زمان. و M10 لولی و چی؟ M10 آتیشی. دو تا از قشنگترین و بهترین M10 های بازی. ارزم به حضورتون که دیگه دو تا دلول داره داشتیم. یه دونه تراگون داره که خودم تراگون اصلا نمیزنم هیچی. اینم که هیچی دارم بهتون میدم فقط ببین دار. 7 تا میدابل داره. میدابل خوبی داره خداش. خوبه بد نیست. پشت یخزن داره. این بهتر از اینه دیگه داشتم. چه این میدونی بیا دیگه. هیچی تا فردا صبح طول میگش همون بذار باشه. اینجا هم که هیچی چیز خاصی نداره. یه دونه اینو داره. بله دیزرت ارزم به حضورتون که 4 تا دیزرت داره. این دیزرت هاشه. M500 هم اینا رو داره. این هم که بهتون فقط نشون بدیم. این هم مایتابه هاشه. میتونین با اینا بگیرین تخم مرغ درست کنین. این هم که اسکین غماشه. بله این اسکین چوب بیسبال هم داره. بله یه دونه شمشیر قشنگ هم داره. 3 تا داست داره. بله 2 تا هم از این چیه خنجره چیه فرد میکنه. اسکین مشک نداره. 23 تا نید داره. 19 تا اسکین یخ داره. این هم اسکین یخ هاشه. ارزم به حضورت که بریم هیرو هاشو ببینیم چند تا هیرو داره. ارزم به حضورت که هیرو هاشی ببینیم. بله بتلش از هیرو 2 ستاره. ارزم به حضورتون که کلشش هستش 136. بریم ببینیم چند بار هیرو کرد. ببینیم. بله داشتیم فقط به مستر کردن عادت داشت دیگه. هر سیزن برد مستر. اگه دوست داشتین با این فردین یه دونه تک به تک بگیرم ویدیو تک به تک بگیرم کامنت بذارین دیگه. بگو با همون فردین یه تک به تکمون بشه.